سلام دوستان گل، خوش اومدید به این ویدیو. من ماهانزاده ایکس پی هستم. اومدیم با خرج کردن آفر و 1200 خورده ای جمی که برامون مونده و جم بنفشی که من از همون اول جمو جمع کردم 2100 تا جم رسیده. پس بی معطلی لایک و سابسکرایب به کانال من فراموش نشه. بزن بریم برای ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، همونطور که میبینید وارد بازی میشیم. اول کار یه دنس پرچم. جان چه خوشگله. این پرچم نبود، دنس ساحلی. اثرات درس خوندن. الان کتابشم جفت من. آره خب اثرات درس خوندن دنس ساحلی. و اول کار میخوایم چیکار کنیم؟ میریم آفر که 79% آف خوردیم. پس چون که اول گفتم میریم آفر، یه دنس شیطانی، همین دنس خنده شیطانی میزنیم. دو تا شد. ولی خب الان میریم جم بنفش رو فعلا خرج میکنیم دوستان گل. خب میبینید 2100 تا من جم بنفش شدم، از قبل زحمت کشیدم. و بچه‌ها به نظر من دو تا ست جالبه، خوبه. یه دونه دنس دیگه، دو تا نبود، سه تاش، 1 2 3 4 5 تا ست داره که اینو دانلود ندارم. دانلود میکنیم ولی من اینو نمیگیرم، گرون در میاد. خب خسیسم من، اصفهانی هم اصفهانی، ولی از نوع خسیسش نه. آره خب دوستان، ما همینو میگیریم با 900 همون یک جم. همونطور که میبینید یه باندل کامل خفن. و الان میریم پایین، میبینیم 1000 تا جم دیگه برامون باقی مونده. اینجا یه دنس مورد پسند من هستش. از بین این دنس ها اینطوری میپره، قشنگ اینطوری صاف وای میسه. اینا میگیریم با 500 تا جم. اوکی دیگه 600 تا دیگه جم داریم. 600 تا دیگه جم داریم برامون باقی مونده. میایم یه دونه کجاست نمیدونم، این کوباتور میخریم باش. یا اول فرد 800 تا هست واسه بینم 7 تا کارت اینکوباتور باش میخریم دیگه. با این 40 تا هم نمیشه، بیلاخ هم بهمون نمیده. ولی خب دوستان وارد آفر میشیم همونطور که دارید میبینید. و برای آفر هم یه دنس شد ولمون کن. میریم آفر. خب دوستان بررسی یه دونه از اینا اومده. این چیه؟ WSP آره. و یه ست کمیاب مردونه و یه دونه کمیاب که نه، و یک کاتانا همون شمشیر. 40 تا باکس لول اپ کننده است. همین دیگه خلاصه. و این نمیدونم ست زورو با مردون زنونه زورو، ست تکواندو کار. من ست شلوارشو دارم دیگه، نمیدونم خلاصه همین دیگه. همین چقدر بزرگه. یا اول فصل یه دونه دیزرت اینجاست، یه دونه AK دراگون، یه دونه اینم MP40. میریم تو مردونش. دنس کوبرا. این رو خودتون دیدید دیگه بالاخره. خب اول کار میایم یه 40 تا از اینا بگیریم. آره 40 تا باکس اواگان میگیریم، بازش نمیکنیم. این ست خفن رو با هم دیگه کلایمش میکنیم همونطور که میبینید. خب و میریم توی مردونش. رو تموم شد دیگه. میریم توی زنونش هم یه 40 تا دیگه باکس میگیریم. بدبخت شدم آجی. چطوری من بررسی کرده بودم میرسه جمع نمیشه اینو گرفت فعلا. ولی من یه کار سوسکی دیگه میخوام کنم بچه ها. همونطور که میدونید، نه نمیدونید، خب میخواستیم بویا پس بخریم. دیدیم کلا فری فایر فیلتر شده. همونطور که میبینید من با فیلتر الان داخل فری فایرم. میریم قسمت ایونت، میبینیم که تونک سحور وارد بازی شده. تلفظش رو زیاد بلد نیستم. آره اینم صداشه، بسید بشنوید. تونک سحور. آره رایگان میده اینو. و اینم خودشه که رایگان میده دیگه. الان میریم توی بخش از اونجا که ما
از اونا. خب میریم توی بخش کجاست اینجا و بویاپس رو از اینجا میخوایم در بیاریم. بویاپس پرمیوم کلیک میکنیم. جان مادرت با 290 تا جم بده. وا میکنیم. همینجا وا کردیم. رید نداد. حالا من یه ویدیو میگیرم باز میچسبونم اینجا. آره. خب بچه ها الان میریم ببینیم چیا گرفتیم. رفت لول 76. کلایمش میکنیم. 290 تا جم دادیم به خاطر 3 تا لول فکر کنم 5 تا. خب میزنیم اینجا و میریم هرچی گرفتیم و با هم دیگه ببینیم. 7 تا کارت اینکوباتور، این که هیچی، 2 تا ست خفن همونطور که میبینید، 80 تا باکس لول اپ کننده گان و دنسه کو. یه دنسه بذارمش جای کدوم دنس؟ این دنس قدیمیه؟ نه فکر نکنم، ولی آره میذارمش به جای همین. آره اینم شد از این. دیگه چی گرفتم یادم نیست. همینه دیگه. بریم با هم کلامشون کنیم یه ست خفن باش بزنیم. خب اینو باز میکنیم اول کار. میبینیم یه دونه بالا تنه با همین چیزاست. اینو هم باز میکنیم. ست خفن نسبت به خودش ببینید ست خفنیه. شاخ سته. خب البته شاخ که نیست ولی باحاله. ببینید مثلا من الان دنس میزنم باهاش. ببینید یه ست خفنه و اون یکی ست کو اینه. میزنیم این چیه نمیدونم. من بردارم تتو. خب اینم از ست دومی که رایگان گرفتیم با هم. ستش نسبتا خفنه به نظر من. آره الان وارد نمیدونم کجا میشیم. یکی ستا رو درست کنیم دیگه. آقا من لباس ایشونو میذارم چون خفنه باحاله. خب دیگه شلوار اینو میذارم. ستا باحال میشه. کفش این کو اینو فکر کنم. خب موهای کاراکتر چی بود؟ این بود ولی نه اینو نمیذارم. میریم موهای کجاست؟ واسه پیداش کنم بچه ها. اینو میذارم. اینم خفنه. خب و اما آخرشه دیگه چی میذارم؟ اینو میذاریم با یه تتو. و اینم شد از ستی که من زدم با این لباسایی که گرفتم. دیگه چی یادمون رفت؟ میریم برای اینکوباتور. خدا کنه بهمون یه سنگیه بنری چیزی بده. آره میزنیم. ستاش هم یکیه بنر، یه دونه سنگ اون وسطه. همونطور میزنیم. بیلاخ داد اولیه. بنازم یه دونه بنر داد. آره یه دونه بنر داد. فقط یه دونه بنر داد. یه دونه بنر داد فقط. خب یه دونه M4 داد برای 3 روز. چی داد؟ یه بنر دیگه داد. بنازم. خب میریم اینجا ببینیم اینه دست کی داشت. بنرای اینه. آره با یه دونه بنر رو 4 تا سنگ میشه اینو گرفت ولی من ندارم دیگه. حالا بریم 80 تا باکس هم باز کنیم دیگه. از شما مرخص میشیم دیگه. 80 تا باکس اوگان هم وا میکنیم. اینجاست. همه رو هم دیگه وا میکنیم. میبینیم بهمون 406 تا چیز داد. از این چیز ریدم هیچی. 406 تا از اینا داد. 3 روزم یه دونه کفش داد. همین دیگه. همینو میزنیم پلی. میبینیم میریم توی بخش اوگان. یعنی 440 تا توکن داریم و میخوایم امپی کوبرا اونو مکس کنیم داداش. خب دوستان گل دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودید. خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگه از کانال ماهانزد XP. خب دوستان عزیز ببخشید که تصویرم نیفتاد چون که الان گوشیم که جلومه داره فیلم میگیرد. تصویرم یهو وسط اون ویدیوه مستقیم خودکار گوشی خاموش روشن شد دیگه. ویدیو پرید کلا ذخیره‌ام نشد که من ادامهش بدم. پس ببخشید دیگه. خدا نگهدار. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار تا پارت‌های بعد.